عزیزان درود. خبر خیلی فوری، خیلی مهم. جان زندانیان سیاسی در خطره. امروز همین الان در همین ساعت دارن زندانیان مالی رو از زندان اوین خارج میکنن و زندان اوین رو محاصره کردن. نمیدونیم قراره چه اتفاقی اونجا بیفته، ولی میدونیم جون زندانیان سیاسی در خطره. عزیز هموطن، این خبر رو نشر بدید. هر کس میتونه، هر رسانه‌ای میتونه کمک کنه صدای تمام زندانیان سیاسی در بند حکومت جمهوری اسلامی باشیم. تا الان 3 ماشین از مالیا رو از زندان اوین خارج کردن. زندان اوین محاصره شده و نمیدونم چه اتفاقی قراره برای زندانیان سیاسی بیفته. خواهش میکنم از تک تکتون، اگر صدای منو میشنوید، صدای تمام زندانیان سیاسی در بند حکومت ننگین جمهوری اسلامی باشید. سکوت ما یعنی خیانت به تمام زندانیان سیاسی. این خبر رو تا جایی که میتونید نشر بدید، به گوش